سلام بکس، امیدوارم حال دلتون عالی باشه. اول حساب یادتون نره این ویدیو مباحث ابتدایی و اول بازار ارز دیجیتال هستش که به مرور زمان 0 تا 100 این بازار رو رایگان بهتون آموزش میده و اگه این ویدیو واسهتون مفید بود حتما واسه دوستایی که میخوان تازه وارد این بازار بشن بفرستید. خب بریم مبحث اصلی. خب ببینید، برای اولین بار کسایی که میخوان وارد این بازار بشن با پول زیادی وارد این بازار میشن و دچار ضررهای زیادی میشن که اینو توی بحث روانشناسی توی ویدیوهای آینده بهتون میگه. اول از همه میخوام بهتون بگم این چارت کلن چیه، این کندلایی که توی این چارت ما میبینیم چی هستن، رنگشون کلن چیه، کلا موضوعی که داخل این بازار بحث میشه رو در حد ابتدایی بهتون بگم تا یه مفهوم کاربردی از این بازار به دست بیارید. خب ببینید، ما حدود 6-7 هزار ارز دیجیتال داریم که بهشون میگیم رمزارز و این ارزها رو ما معامله میکنیم. خب ببینید، ما دو مدل معامله داریم که معاملات اثبات هستش یا همون هولد یا ارزی رو بر فرض مثال خرید و نگهداری میکنیم. بر فرض مثال ما سکه رو میخریم یا طلا رو، اینو یه مدت نگهداری میکنیم، اگه این سودش رو داد ما میفروشیم. خب به این معامله کردن ما میگیم هولد که واسه به نظر من سرمایه های بزرگ هولد بهتره چون سودش زیاده و ریسکش پایینه. خب یه معاملات دیگه هم داریم که بهشون میگیم معاملات فیوچرز. مثل همون معامله هستش، فرقش اینه که ما میتونیم از ریزش هم سود بگیریم. خب ببینید، وقتی من میگم ما میتونیم از ریزش سود بگیریم، خیلی ها تعجب میکنن چون این بازار با بازار بورس ایران خیلی فرق داره. یه بازار جهانی 24 ساعت هستش که خیلی پرکاربردتر هستش و ما کل شبان روز میتونیم از این بازار سود کسب کنیم. ولی همیشه گفتم، بازم میگم، ما بدون دانش و آگاهی وارد هر بازاری بشیم ضرر میکنیم. فرقی نداره بازار بورس، بازار ارز دیجیتال، بازار سکه، بازار طلا. پس واسه همین ما میتونیم اول حدود یه 5-6 ماهی اطلاعات تکمیلی در مورد این بازارا کسب کنیم و آموزش ببینیم تا بتونیم وارد این بازار بشیم. خب همینطور که بهتون گفتم، فیوچرز معاملاتی ضریب‌دار هستش. بر فرض مثال ما معامله باز میکنیم به سمت بالا، هر 1% که سود میکنه با ضریب بر فرض مثال 20 ما حدود 20% سود میکنیم، یا برعکس هر 1% که ریزش میکنه ضرب در 20 میشه و ما حدود 20% ضرر میکنیم. خب یه مفهوم کاربردی هستش که ما میتونیم درباره خود بازار کریپتو و معاملاتش به دست بیاریم. خب ما دو مدل کندل داریم. کندل همون میتونیم ببینیم اینجا هر یک از اینا کندل هستن که یه رنگ قرمز و یه رنگ سبز هستش که من اینا رو سفید گذاشتم واسه راحتی چشم خودم. خب ببینید، وقتی بازار ریزشی میشه این کندلا رو میتونیم ببینیم که به سمت پایین میان. کندلای ریزشی هستن که میتونیم ببینیم از بدنه و شادو تشکیل شدن که ویدیوهای آینده درباره اینا میگم. میخوام یه اطلاعات تکمیلی و ابتدایی بهتون بگم که کامل متوجه بشین. واسه کسایی که حدود یه چند ماهی هستن شروع کردن میتونن این ویدیو رو ببینن، چون این ویدیوهایی که قراره بهتون توی یوتیوب آموزش بدم از 0 تا 100 هستش. چون ویدیو 1 رو ببینیم، ویدیوی بر فرض مثال 2 رو رد کنیم بریم 3 رو ببینیم، به نظر من چیزی متوجه نمیشیم. خب همینطور که بهتون گفتم، این کندلای ریزشی که ما داریم نشان اینه که بازار پولی ازش خارج شده و بازار ریخته. بر فرض مثال ما $100 پول داشتیم، حدود
$4 ریزش کرده و ما $96 الان پول داریم بر فرض مثال. خب کندلایی که به سمت بالا حرکت میکنن، کندلای سفید رو میتونیم ببینیم اینجا به سمت بالا حرکت میکنن، کندلای هستن که بهشون پول تزریق شده و بازار رو به سمت بالا میکشن و صعودی هستن. کندلای قرمز نزولی، اینجا کندلای سفید یا کندلای سبز که اکثرشون سبز هستن، من خودم سفید کردم، به سمت بالا بازار صعودی رو ما میتونیم تجربه کنیم. خب میتونیم ببینیم اینجا یه کندلای ریزشی رو داشتیم به سمت پایین، بعد از همینجا کندلای سفید یا سعودی رفتن بالا. میتونیم از اینجا پول از بازار خارج شده و تا اینجا ریخته بازار و باز پول تزریق شده. هر این کندلا نشانه قدرت خریدارا فروشنده ها هستن که به ما نشون میدن بازار چقدر بهشون پول تزریق میشه، چقدر ازشون پول کم میشه. خب مفهوم کاربردی این بازار رو بهتون گفتم کامل. بر فرض مثال ما الان روی ارزی هستیم، معروف ترین ارزی که ما داریم ارز بیت کوین هستش که میتونیم ارز BTC هم بگیم بهش. خب ارز بیت کوین همینطور که بهتون گفتم ویدیوی اول تحلیل رو گذاشتم، ولی به نظر خودم بهتر اینه که مباحث رو از ابتدا شروع کنم تا انتها، چون این به نظرم بهتره. خب الان مفهوم این شد که ما دو مدل خرید و فروش داریم. یک خرید و فروش به حالت هولد هستش یا اسپات که فقط ارزی رو میخریم یا همون سرمایه گذاری میکنیم روی اون ارز، وقتی این ارز بالا رفت ما سودمون از این ارز میگیریم. ولی معاملات فیوچرز برعکس هستش. ما بر فرض مثال میتونیم یه معامله باز کنیم بگیم آقا این از اینجا بریزه ما سود میکنیم. بر فرض مثال میتونیم ببینیم اینجا این ارزه ریخته و ما سودمون رو گرفتیم. ولی برعکسش ما میگیم اینجا قرار ارزه بریزه ولی ارزه بره به سمت پایین، ما ضرر میکنیم. خب این یکی از پوان مثبت این بازار هستش که ما میتونیم از ریزش این بازار هم سود بگیریم، که من خودم اکثرا از ریزش بازار سود میگیرم تا از صعود بازار. به حالت کلی ما به نظر من این بازار واسه سرمایه گذاری خیلی جالب هستش و آینده پروژه های خیلی خوبی با هم بررسی میکنیم. میریم سر وقت تحلیل ارزهایی که میتونه به ما توی کوتاه مدت سود خوبی رو بده تا بتونیم توی این بازار بمونیم و ضرر نکنیم. خب دمتون گرم. این ویدیو رو حتما لایک کنید و واسه دوستاتونم بفرستین. دمتون گرم. ارادت.